خلاصه گزارش بود که بعدم تقدیم کردم و در ختم این مسابقات ما همراه قاضیان ملکزاده ارتباط گرفتم و این گزارش رو برشان دادم و ازشان خواهش کردیم گفتیم مدال نال از بابا همون بیرق و آلوی افغانستان ما بجای کردیم که شما به چه شکل تشویق میکنین از زمان جوانان این دیگه وظیفه شما. از وقت بسیار گرانبهایتان بازم در آخر از انجام بازم یک تشکر میکنیم دیگه تشریف آوردیم با امید پیروزی زیادتر از این با بودن جوانان و همچنین مسائلی که ملی از شدن آیام چطور بود در طرف کمیته تشکیل کردن کمک کردن برای جوانان و جوانان بسیار در هر شرایط این شعارشان است ما همیشه افغانستان نگاه میکنیم و هم نگاه میکنیم و یا بازو خارجان جایی رسته بودن این ببخشید موقت این همون بورد است که فدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی شوتینگ است تمام هیئت رهبریش است استیج است بله با معذرت میشه انجام اینی که اینی شخصی که بیشتر این معاون رئیس جمهور بنگلادش است که قبلا رئیس این فدراسیون بود و اینا آن استعفا دادن فعلا این آدم رئیس فدراسیون شوتینگ آسیایی است. بعد از اون دوستان فکر کنم چینل ها و نیوزپیپرهایی که بودن خودشون را نشر کردن در زبان اردو و در بسیاری زیاد روی واقعا کنان لینکشان بود که فقط یک گزارش بسیار کوچک من خواستم که اون بستم من بسیار زود صحبت میکنم که دوستان خسته نشن من 45 کلاسی که داشتم روز رخصتشون کردم وقت دوستان کار نداشتم چه نگنی صفحه سرطان من شاورو در میگستم صدای سرطان که نگنی ساعتم شو خطا و خطا حالا دوستان رسیدیم به تقدیر از دوستان که جناب خالد جان گفتن که ما از طرف کمیته افغانا یک تقدیرنامه به شما آماده کردیم همچون از افغانا هستند اونا یک تقدیرنامه واسه شما روان کردن و از طرف خود این مسابقات یک تقدیرنامه و یک مدال برنز که از مقام دوم هستند و همچون از طرف کنین می انجام یک مدال تشویقی طلا به شما امروز دوستان نمیشه که یک نفر بخواهیم فقط تمام تقدیرنامه را یک جا از هر شخص برشان میتیم 9 نفر هستیم همچنان میتیم ما من هستند و 9 نفر هستند که یک تقدیرنامه شدن تقدیم شدن فعلا از جناب رئیس لطفاً جناب علوی رو خوش میکنیم تقدیرنامه خالد جان مستعفی را بهشان تقدیم کنند که یک تقدیرنامه اولش که از دوستان از طرف کمیته انسجام است و یا از طرف ارگانیزیشن کانادا و یا اون از زمین مسابقاتی هستند و دانشگاهان شما شما تقدیرنامه قسم 20 کلش مردم شهر هست اگر من یک دور بخوندم باید بینده گرامی شما صحبت‌های ما را با 2 افتخار آفرین در مسابقاتی که پیش دیدین صحنه‌هایشان می‌بینین آقای خالد روفیستن و آقای آصف نوری از کشور هندوستان و آجیسب داوود جلالی که امروز در مونتریال هستند. فقط برای چون برنامه تا قسمت بیدوگرامی شما به صورت مستقیم ببینین تمی جریانی که ما گزارش نشر کردم یک مشکل تکنیکی پیدا شد که بخش اول سایبری که ما کردیم او از دست ما رفت و از این بعدش پس دوباره ما در ثبت انداختیم. فقط آیسه با اجازه شما ما امو گزارش اول یک دفعه تکرار میخوانم با اجازه شما آیسه داود، ولی قبل از او که من گزارش یک دفعه تکرار بخوانم بین که از آجی صاحب سمیم بشنویم که زنگ میزنن. آجی صاحب سمیم رئیس انجمن ورزشکاران تورنتو. سلام آجی صاحب. سلام علیکم نصر جان خالد، دوستای محترم، زیاد خوشحال هستم که امروز در یک برنامه فوق‌العاده سهم میگیریم که جوانای ما افتخار آفریدن. ما سیمون تبریکات خود خدمت استادای محترم مسئول تیم شوتینگ بال و اعضای تیم که در مسابقات بین المللی
در کشور هندوستان دایر گردیده بود از مقام دوم شدن یک افتخار بزرگ به کشور و مردم ما و خصوصا به ورزشکارا که حذف نبودن تبریک و تهنیت میگویم. از خداوند برشان موفقیت های بیشتر آرزو دارم. از اینکه استادای محترم خیلی زحمت کشیدن، ورزشکارا خیلی زحمت کشیدن، افتخار کسب کردن بر ما افتخار است. موفقیت های بیشتر شان آرزو میکنم. البته چیزی که در توان ما بود برگ سبز توفی درویش به مناسبت پیروزیشان تقدیم کردیم، با کنه قبول شود. انشاءالله ما داینده هم در تماس بوده و شاید کمک ها و خدمت هایی که مد نظر باشه برشان اجرا خواهد کردیم و موفقیت شما را هم تبریک میکنم در این پروگرام و اینتان که خیلی عالی و ارزشمند است. چه خوب است جناب آقای صاحب صمیم کمی وقتی که ما در برنامه قبلی تماما از پیشکسوت ها یاد کردیم و چیزی باز همینجا بینده گرامی یاد کنم که چندین تن از پیشکسوتان ورزش کشور در رشته های مختلف مقیم تورنتو هستند و یکی از زیبایی های کاری از اینا، یکی از خوبی ها و ارزش های ورزشی از اینا است که همیش مشوق دیگه ورزشکارا بودن. مهم نبوده که آقای صاحب صمیم بوکسر است یا آقای صاحب داود جلالی بوکسر است، و تمام رشته های ورزشی در هر کجایی که بوده، چی در کانادا بوده چی در بیرون بوده، اینا رسیدن، تشویق کردن و در هر چیزی که کارهایی که بوده لازم بوده انجام دادن. به این میگن اخلاق ورزشی. سلامت باشین جناب آقای صاحب صمیم. آقای رؤوفی چی گفتنید؟ بله به ارتباط گپ شما ما باید یک چیز واضح کنیم که ما در یگان برنامه که سهم میگیریم یگان تو انتقاد میکنن چرا رشتهشان نیست. ما اینجا رشته ما بوکس هست مگر ما مردم مسلکی هستیم. ما در می رشته تحصیل کردیم، خواندیم، با مسئولیت خود احساس میکنیم که با ورزش افغانستان کمک کنیم، با ورزشکارای افغانستان تشویق کنیم. نه ای که ما نام از ایره بفهمیم که فامیلش بفهمیم، قومش بفهمیم، ملیتش بفهمیم، مذهبش بفهمیم یا رشتهش بفهمیم. اما ورزشکارای افغانستان میری چشم ماست، ما امر به یک چشم میبینیم و خود کردیم مسابقه شما در جریان هستیم. زنده باشه آقای صاحب. تشکر. سلامت شید. آقای رؤوفی چی گفتنی داریم برای صاحب صمیم؟ ما احترامات شخصی خدا برای صاحب احمد صمیم تقدیم میکنم. واقعا که افغان واقعی است، ای که پیش از اونها نوع تبعیض نیست. این چیز است که هر افغان واقعی خاصیت باید داشته باشه و ما بسیار افتخار میکنم که مشاهدتنامه‌ای که برای ما روان کردن مزین با امضای بسیار با افتخار حاجی صاحب صمیم است و این را من یک افتخار در زندگی خود میدانم که از این طور یک شخص، از این طور یک قهرمان، از این طور یک سرمایه ملی کشور خود ما تانستیم که یک سرتیفیکت یا یک شهادتنامه را به دست بیارم. این نه تنها یک افتخار با افتخار به تمام اعضای تیم ماست. سلامت باشید. امروز وقتی که بسیار خرد بودم، در سن ما بسیار خرد بود، من دیده بودمشان در افغانستان و استاد بسیار ورزیده بودن، یک شخصیت واقعی هستند و جای افتخارم هستند. ما برشان شخصا بسیار احترام دارم و به نهایت برشان افتخار میکنم. سلامت باشید. آقای نوری شما چی پیام دارین برای آقای صاحب صمیم؟ اولا سلام خدمت حاجی صاحب صمیم، انشالله که خوب و صحتمند باشین. حاجی صاحب صمیم لطف کردین، واقعا تشکر از این تشویق های شما و از حمایت شما. دیگه جانجوری و سلامتی خواهان هستیم برای حاجی صاحب صمیم و توپایی که برای ما روان کردن. جهان سپاس، تشکر از تشویق های شما، لطف دارین. سلامت باشین. به اجازه عزیزا، به اجازه نصیر جان، من هم یک پیام کوچک یا گفتنی کوچک دارم. بله خاله جان، قسمی که شما فرمودین درست است که از ما و حاجی صاحب صمیم یادآور شدین، اما ما اون روزی که شما برای ما حوال دادین، چون وظیفه من فنی است، ما باید تمام برد در جریان بگذارم که ما و حاجی صاحب صمیم تنها در انجمن ورزشی اونتاریو کانادا نیستیم. ما عضو بسیار اعضای فعال و پیشکسوتان ورزش با خود داریم که فرض مثال همون روزی که من زنگ دادم، اولین کس به نام گلاب‌الدین فیضی که
معاون فنی و یکی از گروه فعال تیم فوتبال ایگل هستند. اونا معاون فنی ما هستند که حتی در کمک اونا هم گرفتن. فرض مثال حاجی صاحب شیرخان که یکی از دوستای شخصی ماست که اموجه که قصه کردم، او خودش به نوبه خود تشویقی اجراات کرد. جناب فرمولی صاحب، جناب علومی صاحب، جناب دریا صاحب، جناب حکیم خان، استاد وحید، مسعود جان اشمت سکرتر جنرال، سیرجان قاری، ما در انجمن تنها هیچ وقت نمیتونیم که کار را پیش بریم. به خصوص واقعی خاصیت باید داشته باشه و ما بسیار افتخار میکنم که مشاهدتنامه‌ای که برای ما روان کردن مزین با امضای بسیار با افتخار حاجی صاحب صمیم است و این را من یک افتخار در زندگی خود میدانم که از طور یک شخص، از طور یک قهرمان، از طور یک سرمایه ملی کشور خود ما تانستیم که یک سرتیفیکت یا یک شهادتنامه را به دست بیارم. این نه تنها یک افتخار به تمام اعضای تیم ماست. سلامت باشید. امروز وقتی که بسیار خرد بودم، در سن ما بسیار خرد بود، من دیده بودمشان در افغانستان و استاد بسیار ورزیده بودن، یک شخصیت واقعی هستند و جای افتخارم هستند. ما برشان شخصا بسیار احترام دارم و به نهایت برشان افتخار میکنم. سلامت باشید. آقای نوری شما چه پیام دارین برای آقای صاحب صمیم؟ اولا سلام خدمت حاجی صاحب صمیم، انشالله که خوب و صحتمند باشین. حاجی صاحب صمیم لطف کردین، واقعا تشکر از این تشویق های شما و از حمایت شما. دیگه جانجوری و سلامتی خواهان هستیم برای حاجی صاحب صمیم و توفایی که برای ما روان کردن. جهان سپاس، تشکر از تشویق های شما، لطف دارین. سلامت باشین. به اجازه عزیزا، به اجازه نصیر جان، من هم یک پیام کوچک یا گفتنی کوچک دارم. بله خاله جان، قسمی که شما فرمودین درست است که از ما و حاجی صاحب صمیم یادآور شدین، اما ما اون روزی که شما برای ما حوال دادین، چون وظیفه من فنی است، ما باید تمام برد در جریان بگذارم که ما و حاجی صاحب صمیم تنها در انجمن ورزشی اونتاریو کانادا نیستیم. ما عضو بسیار اعضای فعال و پیشکسوتان ورزش با خود داریم که فرض مثال همون روز که من زنگ دادم، اولین کس به نام گلاب‌الدین فیضی که معاون فنی و یکی از گروه فعال تیم فوتبال ایگل هستند. اونا معاون فنی ما هستند که حتی در کمک اونا هم گرفتن. فرض مثال حاجی صاحب شیرخان که یکی از دوستای شخصی ماست که اموجه که قصه کردم، او خودش به نوبه خود تشویقی اجراات کرد. جناب فرمولی صاحب، جناب علومی صاحب، جناب دریا صاحب، جناب حکیم خان، استاد وحید، مسعود جان اشمت سکرتر جنرال، سیرجان قاری، ما در انجمن تنها هیچ وقت نمیتونیم که کار را پیش بریم. به خصوص نصیر جان خالد، قاهر جان رؤوفی که همه این دوستا دست به دست هم دادیم در شهر تورنتو و ما تونستیم که زیر شعار تقدیر از جوانان ورزشکار و یاد از پیشکسوتان ورزش که ما خدا شاهد است که تا نمیاله نصیر جان به بیننده ها معلوم است که ما از طرف دولت هیچ نوع کمک مالی نمیشیم. با خاله جان که بچه همه است، حالا نگفته بودم ببخشید با معذرت، خاله جان یگان دفعه که به ما به تماس میشد میدید که من در سر کار بودم، اما در سر کارم ما نظریات خود با یک دیگه تبادل میکردیم که این کار کنیم یا این کار نکنیم یا نکنیم. و شما این افتخاره که شما در تو یک شرایط در شعار کشور به دست آوردین، ای کاش این احساس که شما داشتین، احساس که ما داریم، دولت مردای ما هم می داشتن. من یک سوال دارم از جناب ترینر، از جناب منیجر، آیا شما در این افتخاری که به دست آوردین از مرکز، از ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان کدام پیام تبریکی، کدام تقدیر شدین یا نه؟ چرا خنده میکنی خواهی نمگاه بده؟ رؤوفی صاحب شما بفرمایید. یک چیز بسیار جالب یاد کردی، از این که حاجی صاحب صمیم دلاین بودن، ما به نمایندگی تمام انجمنتان این تشکری را فهمیدم حاجی صاحب صمیم کردم. بله نه، ما برای بیننده هایی را تشکر کردم خاله جان. و آمدیم سر موضوعی که گفتی از طرف دولت افغانستان
مادر میگه که ما دم گوشه خدا آرام هستیم، خدا اونا دم گوشهشان آرام داشته باشه. ما را ز خیر تو امید نیست شرم رسان. برای از اینکه ما از جان کدام چیز ندیدیم و تا بالا چیز نشنیدیم، ولی از دور دورها بعض دفعه شنیدیم که شما چرا مثلا بیرق افغانستان را بالا کردین، چرا بیرق امارات بالا نکردین، این کارتان خلاف قانون است، خلاف همون پرنسیبای امارات اسلامی است با گفته خودشان دیگه. ولی برای ما به تفاوت است، این عشق وطن که در دل ما هست، ما هیچ ابدا از این گپا از اینا هراس نداریم. ما یک خدمت برای افغانستان کردیم، برای هیچ حزب، برای هیچ تنظیم، برای هیچ گروهی نکردیم و ما هیچ وقت خواهان کدام امتیاز هم به خاطر از این چیز خود نیستیم. ما صرفا خواستیم که یک بار برای جهان نشان بدیم بازم هر افغان اگر مهاجر هم هست به حساب یک طرح نکنن که تنها اینا در جنگ و در مصیبت استعداد دارن. ما استعدادهای دیگه هم داریم که در عرصه‌های ورزش، در عرصه‌های علم، تکنولوژی هم میتونیم پورا برای مردم دنیا نشان بدیم. این یک نمونه کوچکش بود که ما برای مردم نشان دادیم و در عالم مهاجرت دوباره بیرق خود بالا کردیم و سرود ملی خود نواختیم و ما با این کار خود سخت کار میکنیم. گفته امو وطندارای ما بیرقتان همیش بلند باد. آیا نوری کدام گفتنی دارین یا ما یک مطلب دیگه شروع کنیم؟ نه شما بفرمایین آقای رؤوفی صاحب گپایی که بینده گرامی تازه به ما پیوستین، یک مشکل تکنیکی پیدا شد، شاید نفهمید که صحبت ما در کجاست. من میخوایم که یک معرفی کنم که دوستا در کدام رشته برای ما و شما، برای وطن، برای کشور ما افتخار آفرین شدن. مسابقات آسیایی شوتینگ بال یعنی توپ شوت میکنی که به تاریخ اول و دوم فوریه در اتر پردیش هند دایر شده بود. 6 کشور در اونجا اشتراک داشت: هند، پاکستان، افغانستان، نیپال، بنگلادش، سریلانکا. و این مسابقات 2 روز دوام کرد. تیم مهاجرین افغانستان تانستند که در اولین تجربه خود در شوتینگ بال از واغزی به مقام دوم برسند، البته با عقب زدن 3 کشور و 1 باخت در مقابل هند. افتخار کمی کردن و دید از شما بلاین باشین، یک دقیقه بلاین باشین. البته همچنان تیم افغانستان شامل فدراسیون شوتینگ بال آسیایی شد و هم کرسی سکرتریت دوم آن را به افغانستان واگذار کردند که افتخار بزرگ برای هر افغان مهاجر است. مراسم با مراسم خاص اهدای تحایف و مدال و کپ و نایب و اعراض کرسی سکرتریت دوم از طرف رهبری فدراسیون رسما به پایان رسید و تحایف هم از جانب هموطنان ما در کشور هند و همچنین از طرف انجمن ورزشی افغانهای کانادا به هموطنان ما تقدیم شد که بازم برشان تبریک میگم. گرداننده اصلی برنامه همین لحظه روی خط تلفن هستن که امروز با ما نیستن. آقای صاحب نشه که رقیق مانده باشن، ما رقیقش ندیده باشیم. آقای ودید سلام علیکم. آقای صاحب نادر ودید سلام. صدای شما رو من نمیشنوم. بله؟ آقای ودید خب صدای مرا دارین؟ بله آقای ودید بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای حاجی صاحب داود، خدمت حاجی صاحب بزرگوار حاجی داود جلالی، دوست و عزیز و ورزشکار نخبه کشور ما، و خدمت آقای رؤوفی و آقای نوری. امیدوار هستم همتان لباس عافیت به تن داشته باشین و صحت و سلامت باشین و از گزند روزگار در امان پروردگار عالم. ما در قدم نخست صمیمانه ترین تبریکات خود خدمت اینطور مشخص نمیگم که خدمت آقای نوری و آقای رؤوفی، من میگم صمیمانه ترین تبریکات خود خدمت تمام هموطنان عزیز ما
که چی در کابل یا در افغانستان مقیم هستند و یا چی خارج از مرزهای افغانستان و این افتخار به همشان تبریک میگم و از اقدام نیک از برادرها از به اصطلاح امو همت که اینا کردن در این تورنمنت اشتراک کردن من میخوایم از جانب خود سپاسگزاری بکنم برای از اونا همیشه صحت، سلامتی، پیروزی، کامیابی از دربار پروردگار عالم تمنا دارم و همچنان یک تشکری خاص از انجمن ورزشی تورنتو که تمام ورزشکارا، پیشکسوتا، افتخار آفرینای کشور در سعیم هستند و به خاطر عزت، آبرو و تشویق عامه جوانان، بزرگسالان و عامه کسایی که به ورزش مبادرت می‌ورزند اینا را تشویق میکنن، لطف میکنن. پیشتر هم گرچه در صحبت ها یادآور شدن که این حاجی صاحب داود گفتن که این کمک های مالی ما نداریم. من فکر میکنم معنویت بالاتر از مادیات باشه. امی کمک ها یا تشویق های معنوی که میشه برای انسان هایی که صاحب فکر باشه و صاحب فکر و اندیشه روشن باشه بالاترین عزت است، بالاترین حرمت است و بالاترین تقدیر است. بازم در آخر احترامات خدا باز خدمت مهمانای عزیزم تقدیم میکنم. خدا کنه که همشان مثل همیش بیش از پیش موفق، کامیاب و سربلند باشند. تشکر. آقای سید وحید یک جان ممنون. هفته آینده بخیر. من هم شما هستیم با برنامه متفاوت. آقای صاحب یک لحظه. آقای شما تقدیم میکنم. خدا کنه که همشان مثل همیش بیش از پیش موفق، کامیاب و سربلند باشند. تشکر. آقای سید وحید یک جان ممنون. هفته آینده بخیر. من هم شما هستیم با برنامه متفاوت. آقای صاحب یک لحظه. آقای شما تلفن از طریق تلویزیون خیلی گوش کنین گپاره. تشکر. خوبه. زنده باشید. بفرمایید. من هم به نوبه خود سلام و عرض ادب دارم خدمت ودی صاحب محترم. تشکر از اینکه باز هم مسئولیت احساس کردن و تماس گرفتن. گرچه باید اونا برنامه را پیش می برد اما به خاطر شما این همه دوستا طرف من خدا راسی قمچی نگرفته شورک میده که بس میکنی یا بزنم. حاجی صاحب داود 15 دقیقه دیگه دوستا رو بگین برن در اتاق دیگه. 15 دقیقه دیگه ما شما هستیم. نه قمچینک چون میجسه نه این چاپ انداز است. الهی دستانشان دراز باد. الهی امید خدا راستی. خب آجی صاحب چون برنامه در شروع کم مشکل داشتیم می چند 15 دقیقه دیگه دوستا فریجان و اسدجان یار بگید شما رو تنها بذارن. فریجان و اسدجان گپایتون گوش کردن. فریجان معتاد خود از یکی از هنرمندای بسیار خوب و نازنین ما ورزشکار بسیار خوبی است که واقعا باید یک روز در با اونا هم صحبت داشته باشیم. بخیر. خب 5 دقیقه پس دوباره میشنویم از آقای رؤوفی. آقای رؤوفی 5 دقیقه دیگه شما در رابطه به می آنچه که اتفاق افتاد در شوتینگ بال باید برای بینندگان گرامی ما قصه کنیم با همراه با خاطرات و با همه چیزتون. بفرمایید. خب دوستان یک سلام مجدد. قسمی که پیشتر یادآور شدم براتان به تاریخ اول 2 فوریه مسابقات آسیایی شوتینگ بال شد. با کار تیم مهاجرین افغانستان هم در او افتخار و عضویت پیدا کرد و اشتراک کرد که بعد از اشتراک ازی و در طی 2 روز مسابقات بسیار نفسگیر تانست که مقام نایب قهرمان آسیایی را به دست بیاره، البته با امتیازات اضافی. اون امتیازات چی است که کرسی سکرتریت دوم فدراسیون افغانستان گرفت یا نصیب شد. تیم افغانستان عضو دائمی فدراسیون شوتینگ بال آسیایی شد. امتیاز اشتراک 4 پلیر و 1 مربی را در مسابقات آینده المپیک به دست آوردیم و در ضمنش فدراسیون ما به رسمیت شناخته شد به نام فدراسیون شوتینگ بال افغانستان. حق فعالیت در داخل و خارج افغانستان را دارند
که مکاتب از این رسما برای سفارت و برای ارگان‌های مربوطه که در هند هست فعلا به نمایندگی از افغان‌ها برای دنیا ابلاغ میشه و 4 نفر از اعضای تیم ما عضویت دائمی همی فدراسیون حاصل کردن دیگه. این بزرگترین یک امتیاز از برای ما شما جای افتخار است و این که ما باید امکانات بسیار اندک تانستیم که این مقام برای افغانستان کسب کنیم. این هم نتیجه ای بوده که ما تمام می اعضای تیم هستیم، ازبک داریم، تاجک داریم، هزاره داریم، افغان داریم و اینمی اتحاد ما امروز سبب از اینه که ما می پیروزی را به دست بیاریم. این دیگه به نظر ما این افتخار تنها مربوط به ما نمیشه، مربوط به تمام افغان میشه. تشکر خود و از طریق تلویزیون شما به تمام افغانا تبریک میگم. تشکر آقای داوود، من میکروفون شما رو گل کردم میرین چون زیاد گپ میزنین، باید خاموش باشین چند دقیقه. یک ودید از شما یک جان تشکر. کلیپای برای ما روان کردن، هم یک کلیپ ببینیم با هم دیگر با اجازه شما. نه 12-7 भाई साहब राज करो राज 8-12 चेयर करो ना मेरे भाई गुड सर्विस उसका दीजिए 9-12 9 अफगानिस्तान 12 नेपाल 10-12 कंटिन्यू सर्विस नाम खुदा चल चला पाजन सर्विस है 13-10 13 नेपाल 10 अफगानिस्तान Fourteen 10 continuous first time सर्विस 11-14 ये लोगों का पहला बार है जो खेलता है, पर भी अच्छा है, बहुत अच्छा सर्विस 15-11 कंटिन्यू सर्विस آقای نوری کدام مسابقه بود؟ این مسابقه بین تیم افغانستان همراه نیپال بودن که اولین بازی ما بود که واقعیتش بسیار یک هیجان خود داشت و بازی خیلی خوب بود که ما تانستیم اونا را که اونا تجربه چند ساله داشتن، اونا رو ما تانستیم 2-0 شکست بدیم که بازی اونا یک میدان هم نگرفتن. واقعا بازی عالی بود. اونمو بود که همه علاقمند شدن و شوقش بیشتر شدن و همه خوشحال بودن که واقعا تانستیم تیم نیپال 2-0 شکست بدیم در اولین بازی. واقعا عالی بود. سجاد تشکر، سلامت باشین. خب دوستای عزیز، ما میتونیم که صحبت‌های خود ادامه بدیم برای چند دقیقه دیگه. آقای صاحب اگر شما کار دارین میتونین که با دوستا باشین، با شما مواظب
با شما خداحافظی میکنیم و ما چند دقیقه صحبت ها رو ادامه میتیم. تشکر میکنم از شما. به دوستان سلام برسانین. وقت خوب، وقت خوش. امیدوارم که ما مذرت یک جای مریض دیدن میریم، دیدن استاد عظیم افغانزاده میریم. چرا خدا نکنه مریض خونه نیستن، اونا جور هستن. اما سبزا یارا درو میکرد، دو کلکک پای خود از بین برده بود. به او خاطر رو چند ماه پیش بود، یک ماه پیش اما من تونستم که در این سفر بایم و برم از نزدیک. از طرف ما هم جای احوالشان شاید. تشکر. یک خواهش دارم از امی ورزشکارانی که همیشه عرق پاک ریختن و هر وقت که در میدان ورزش میرن یا در نماز خود میخوانن، به حق 4-5 ستاره و نخبه افغانستان، استاد فرهاد، استاد فرید رویین بسکتبال، استاد آرون والیبال و استاد عظیم خوشکرال خدا سعدیاب شده، تماما مریضایی که در بستر هستند به حقشان دعا کنن. خداوند شفای عاجل در نصیبشان کنه و کسانی که افغانای عزیز ما که در کشورهای غربت فرزانسال در ترکیه جان شیرین خود دادن، تماما مرده ها را خداوند مغفرت کنه، افغانای عزیز ما را خداوند بهشت بدین در نصیبشان کنه. و ما بسیار خوش شدم که با این دو شخصیتی که واقعا وجودشان تک تک اعضای تیمشان باعث افتخار ما تنها نه، باعث افتخار تماما کشور افغانستان، مردم عزیز ما، چی در داخل و چی در خارج. و یک تشکری خاص از خودت نصیر جان خم که همیشه زحمت میکشی. خدا خیر بده، خداوند اجر نصیبت کنه. با معذرت که ما باید برای سلام میرسیم. با ما نخدا الله پاک نگهدار. با ما نخدا. خب بدگرامی صحبت ما را با آقای خالد رؤوفی و آقای آصف نوری میشوین، دو کسایی که تصمیم گرفتن که از هیچ یک چیز درست کنن. تصمیم گرفتن که در حالتی که همه جا یأس و ناامیدی حکومت میکنه، دلهای هموطنان خود شاد بسازن و بر لبانشان لبخند جاری بسازن، که موفقیت ما برشان تبریک میگم. و آقای بیشتر خاطرات ترخ خود گفتن خوب است که ثبت نشده. حالا ما دوست داریم که از خاطرات خوشتان از این تورنمنت بگوین. اول آقای نوری شما بگوین خاطره خوشی که شما دارین از این تورنمنت چی هست، بفرمایین. حالا لطف دارین. خاطره خوش وقتش که ما روزی که رفتیم اونجا امی بازی ها شروع شد، از جمله باید در میدان 7 نفر حضور داشته باشه که ما رفته بودیم 6 نفر با جناب آقای رؤوفی صاحب بودیم که آقای رؤوفی صاحب نمیشد نام وارد میدان شود. یک از دوستای ما بودن که اونا قبلا هیچ گونه تجربه والیبال یا بسکتبال از هیچ گونه ورزش ندارن، اما شوق علاقه داره، همیشه به تشویق میکنه در والیبال می آمدن. باز اینا را ما بردیم